کی نباز؟ بچه همه شما اومده با بسه کن چی اومده؟ بله ماما جون شتن دیاری خوبی؟ شکر زنده باشی یا طرفشون خیریته؟ شکر الحمدلله خوب برای اینجا تیار کردیم یعنی پیجامان تیار کردیم ما خوب الان میام میبرم خوبه خدا حافظ شما بگی چی میگفتم؟ برای اینجا تیار کرده بریم بیاریم اینو بریم برای اینجا؟ هم برای اینجا کازونو بخیریم؟ بریم بیاریم مالا؟ بریم بیاریم او پینجامان اشتمیه از اینجی موتر بسیار میدون موتر بر میدار میارن دیگه از اینجا باید موتر ببریم مثل چرخی نه ما از اینجا موتر میگیری دیگه شما بریم من برو خود شما نه خودمون پانیه میکنی بریم سلام علیکم بچه ماما جگر ماما جا ایشتنی تیاراستی خوش آمدید خوبه الحمدلله شکر زنده میگم اینجا شیشته این با خدا همین زمین و شلی بود دیگه ماما جگر گفتم اینا رو باید یک گورینی بکنم بخیر برای گندم آماده شده دیگه میگم ماما جو جا ماما جگر تو خوارزاده من هستی جگر منی تو خواهج سر من هستی درسته؟ خیر بلیم آیا اینو برین بی که تو رو دیدی دیگه ماما جگر خب برین نبود چی بود ازم بود خب برینج بود دیگه برین باور کن ارزان درشتره اینو برنج بود که تو می‌بدی بنام برنج سیاه‌شونی اصلی هم بمیدی که اول اینه صدری یعنی ماما جگر یک چیزی بگم برنج من به تمام منطقه ما ساره کردن سکو انا بیاردم برنج تو انا سکو اینا باید دیگه نوم میدادیم با ما سکو نوم چی دادم دیگه نوم برنج صدریه دیگه اینا صدریه ما خوارزاده خوب سه کنک خدا برنج با تو داد و کمیت خم گردن ما بند خورده میشه خم خورده میشه عکس خورده میبینی ببروی ادی برنج بیتر دیگه ماما ای ماما جان این همه نیمه دو ما پیش پلای از من خوشن نکردی تو پلای از من پولا برنج دیگه رقم برنج دادیم جگر ماما تو میگی دو ماه پیش ما با تو پول دادم همون وقت که 2 ماه پیش تو ما به ما پول دادی ما همون وقت هم مشتریگاه که دیستم تو ماما بودی جگر بودی با تو دادم اون نفرم پیش بعد شد برا بودی برنج خوب داره دیگه هر برنج نیمه خورم داره دیگه ما که نیمه همه تا نیمه که همه نیمه باشه اینجا ندادیم اینا همه ایده همه یعنی من نمیفهمم ماما دیگه همینه خدا واسه همینه با همین برنج صدیر باشه همین برنج که من خود ماما مال بخونه میخورم نیه برنجا تو که مجبوری کاکا جان برنج نیمی خود بخورم من چی مجبوری دارم من 300 ولی نه پول دادم از پول اینا من 300 من خدا دل بردان نیست تو که ما تماوتی مالی هم بردادیم دیگه بودم من خدا همین تراکتورچی من اینجا جرا باز کردم مالی هم خود شما به خدا دیگه حساب با من نمونده عادی برنج بیتر ماما دیگه یعنی من پولاتون بودم من بازارم برنجام از تو همین پولاتون هم میدم خدایی بگین همین هندالایی بگین همین برنج میده چرا میگین که این برنج خوبیه بده با شما بده هم تو تا کلونتر گپ بزن تو گوش کنه سلام برنج خراب دادیم لالا شما یک دقیقه بیاین بله ها لالا شما ایشان برور من تیاری خوبی سر تو مونده نباشی نگون لالا بله همین همسایه شما نیست همسایه ما لالا شما ولی چرا خیریته خدا وکیلی بگین نه طرف ما آدم رو ببینین هم طرف از آدمه شما ماما از اینا نی هستم سعی کنی این برنج سیاسی چیه؟ این برنج چیه بگین بابا خود صدریه اینا های خدا تو خیره بده درشته با نام درشت داده سعی کنی اینا من چندی ام لالا اینا من چندیه اینا به بازار او با بازار اینا 220 210 220 همیتی چیز هست آیا من 300 ما برنج بخورم تو برنج رو میدم من 300 بله من 300 من نمونی رو به کسی خدا رو من مدام برنجار به مینده میبرم من یک دکونه که 10 ساله غیر از اینکه خرج خوراک خود به اندازه خوبر داریم هر چی که میمونه من احترامانه میبرم نمونی رو میبرم من دکون میگم من این برنج دارم به چند می قیمت خودی و کلاک میکنم برنجار میبرم اینا من 300 خریدیم همینا من 300 خریدم از یادم 2 ماه پیش بیترین برنج پیشم پولای رد بستونه نمیجو بیترین برنج اهلا ببارم می برنج به 300 روپیه به دکاندار بفروختم کاکا چی شو خورم واکو مامای خورا گردم هنه سکو
این برنج سه این برنج همین برنج دوی برنج چی فرق میکنه؟ تو سه چه فرق فرق نمیکنه میکنه هر دو تا یک منتهای معده داره میده داره خاله که من که میده نکردم برای ما خود ما شما عمر خواهیم کش نکردیم دیگه چه کنه لالا شما مرد بگیریم من اینجا خود مردم با بیگونه شما حالا اینا ماما شما هم درسته ماما ما و شما همسایه ایم از شما هم به ما فایده نیست از اینا هم منتهای برنج شما من 220 روپیه 210 روپیه من این برنج قایم جو من این برنج اون صدر دیده که میشختی که آماده خب همین دکندار من مشتری اومدی من با خاطر ماما ما گفتم ماما من جگر منه من اون برتکم پیش به دیخ شده می بفهمم که من برنج که کشته که من دارم روی زمین مدنی برنج ما به 300 دادم نگون لالا نه چیزی به تو بگم شاید باور نکنی خوشه نکردی شیریا که من دلار دادم راست من 300 این دیگه هست ماما جگر تالی شما بوده که این برنج هم امسالی طعم دونه شده دونیم شده من دیگه کار ندارم منتها برنج 220 روپیه 210 روپیه حالا چی میگه ماما جگر گپ حساب چیه یا برنج جگر پس ماما بار کرده بورم برنج ری که ماما بیا بده دست بچه بده ماما خودت برنج خراب میزنی اصلا حال ما یک غلطی بکردم یک اشتباهی بکردم با ذات ما نالت که خودم به همه به سلام علیک بیجامو اما برنجار ماما جگر ری که بیا پولا کاتو میدم دیگه حساب حساب به من نمونده برنج شما میاری این سری دفعه اول آخره که دیگه من خودی قومی جماعت این من دیگه یک معامله بود از ما دفعه آخر باشه که ما از قوم چیز بگیم دیگه ما باشم اقم پسرمو خوارزاده چیزی بخیر برو بخیر بریم ماما جگر برو بخیر بریم برو الله یاره برو که به خدا دل وردانم هی فضی برنج به خدا عمل عکس خور روی میبینی بیا اومده یک میگه دونی ما یک می فقط میگه که من اینا رو مگر دونگی میچیندم برینا برای کاکا برات کار خوب برین شناس نی سلام علیکم و علیکم کجی جو سایکو بله با حساب همین پولا شلیا شما چند وقت دیگه صبر کنم برای شما چری آخه هنی که 4 5 روز سیر شده دیگه همون پولا کامر بیاریم ما هم تل مصرف میکنیم آخه خود شما میفهمید که خراب شده انا مال پول نیه که به مستری خونه ببرم تیار کنم یعنی پیرم پولا شیلیا شما نداد که نه شیلیا مالت اگه کنی پیار شما میداد چرا به جنجال میبودم هنی خراب شده دیگه حالا کار نمیکنه حتما پیرم بر اینجا نفریشید اما چی که بفریشم پولا شما میارم میدم سکو برو به پیار خود سلام بگو بعد از سلام بگو همون حساب شیلیا ری کنین 2400 روپیه میشه 2400 هنی تو زودتر دیگه به خیر خوشی با خبری میدی برای شما با میگم خوبه خیر بینی برو دیگه اگه همین پولا باشه خدا ما چر خود میگه دست آخرسی ها کنم میبرم تیار میکنه انا می خرابه اگه یکی به ما زنگ زنه چیکار کنم منالی من رینجا چی کردم رینجا دیگه چی کردم یا بابا اشتنه که جیجو چیکار بابا همین نورالله اشیاون مر بدید گفتک به پیار خود سلام بگو بعد از سلام بگو پولمو شلیا خو بیاره 2400 روپیه بابا 2400 که عبارت از همون سخروار بود صحیحه امروز هم میفهمی چی گپ شد چیکار شد بابا همون روز که اون برنجار که با ماما دادم پیجامانه تو همین بمی عقل کم خوب بمی نام خدا بمی فکر خوب میگفتی بابا همین نرمار نزد اما بگه پتو نکردم نگفتم بابا ایک ضربه تاد اینا دونیم قطعی نکنیم بابا بیامد به سر زمین که یک عبرتی و جنجال راه انداخت که همین 4 تا همسایه همه به سید بابا خدا گفت اگه چی دیگه برنجار پس بده بگر پولای بدوانا ما خدا این مرتبه چیکار کنم من بفهمیدم گفتم با خدا می ماما شما میفهمه بله کار خوبی نمیشه اون جلوتر هم پولار بداده بود کمی برنجا شما از ما هرچی بشه از ما انقدر کرده بابا شما دیسپونش بگرفتین دونیم زدیم بدادیم برای او هم بفهمیدن حالا من یه سیمونه چیکار کنم بریم ببینیم بعد خیلی بابا بیم به یکی دیگه ماما شما نخری یکی دیگه ارزونتر حالا کجایی او معطل اونجی بابا ما خبری بدی با میرون دیگه بابا بریم خبری سوا میدم خوبه بریم میگم باشه برنجا خوب بفریشی پولا خیر بیدیم بریم بخونه بریم بیایم بابا